خانم آسون ایستید، در اومدن نمیتوانید. یک طرفی است. افسون؟ دخترم؟ تمام. عذر میخواهم. تمام. برای حمایه اویلم کردم. فکر کردی من اویلم رو حمایه کردن نمیتوانم؟ من کیم در اینجا ها؟ تنها تو این اویله رو فکر میکنی. در این مسئله نفر کار کردنی باشد اون منم. شمایید. البته اکا جان شما هستید، حق هستید. بله. اما کاری میشوده شد. اکا جان چیکار کنم من؟ با گوشهای خودت شنیدی. شما رو دوست نمیدارد. اویله امان رو دوست نمیدارد. چیزی میشنیدم رو شنیدم. از این به بعدش تو دخالت نکن. چیزی لازم باشد من آن را حل میکنم. خودشه؟ انگار نمیشه به هیچ مردی اعتماد کرد، نه؟ اون از بابام اینم از تو. همتون لنگی هم. این کارو قبول کن. پول خوبی توش هست. پسر تو برادر منه. واسه چی برم با یکی دیگه کار کنم؟ چرند نگو داده. چرند کدومه؟ 40 سالته پسر. زندگی داره از دست میره. اون وقت هنوز 20 به دست میره. اون ور وقت تو تلف میکنی؟ من 42 سالم. یه بدتر. آدمی تو سن و سالتون نباید اینطوری زندگی کنه. این که نشد زندگی. بهتره ما رو با هم نبینیم. اینقدر خجالتی نباشه ادا. یعنی حرفم نمیتونی بزنی؟ فهمید باز با هارون درگیر شدی. خیلی خوب، ساعت 8 باغچه لیبلر میبینمت. قبول. متاسفانه من نمیتونم کمکی بهش بکنم. باید با یه غریبه صحبت کنم. اگه تو خونواده‌شی عوضی؟ ها؟ اگه تو خونواده‌شی؟ کار داری میکنی؟ برو کنار. پشتم رو دیوارا تو معتادش کردی آره؟ تا دخالت نکن. ادعا میکنی پدرشی؟ من با شک ندارم قرص رو تو بهش دادی. میکشم تا وظیفه پدر اون دختر منم. برا دختر منه.
تو کاری نیستی، تو هیچ کاری.